عزیز به دردشون میخوره توی نسل مریض. هر سیگاری پشتش داستانی داره، بعضیاش یکم جایی ماسمالی داره. ای دیدی بچت از اینا میکشه، باید خیلی زود به روش بیاری. این یه استارتره، یه جور تمرینه، ای آدمو هنوز نشده سیگاری. ای بچت مار برو گلد میکشه، تبدیل شده به یه تنبل بیکار. تبریک میگم ایشون شوگر داره، کی داره خرج کنه اقد برای سیگار؟ اگرم بچت از اینا میکشه دعواش نکن عزیز، کاریه. شما باید زودتر از اینا میفهمیدی، حداقل 5 سال سیگاریه. یه مارکیه به اسم 520، حرفای بد پشتش خیلی میگن. فکر نکنی یه مال پارتنرشه، پسرت خودش زیده یکی دیگن. اگه شما دست بچت کمل دیدی، یه پانشو بزن زیر گوشش. یه کاغذی تو درش اگر نبود، یه جو بزنش بیاد بالا اون جونش. اگه به من دوری دیدی آروم باش، اعتیاد جرم نیست یه بیماریه. سگ نمیتونه ای سیگارو رو بکشه، آخه اصلا سیگار نیست سیگاریه. اگرم مگنای قرمز دیدی، ای بچه رو شما بکن کلن ولش. این دیگه سیگار جواب بشه نمیده، فقط واسه یه تریاکش مکمله. آموزش دارم واسه